که در اسلام هر سوال به خود جواب دارد. بله، خداوند در قرآن عظیم میفرماد که فیه لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست و نخواهد بود مگر در کتاب مبین هست. پس او استدلال و استنباط کرده. و نبی علیه السلام هم گفت فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم فی ما بینکم لا تنقضی عجایبه ولا یخلق عن کثرت الرد. از بار بار تکرار قرآن عظیمشان کونه نمیشه، دلگیر نمیشه و عجایبی است در قرآن که او ختم نمیشه. تحت یک آیت مثال هزارها معانی باشه که شطرها از او بار شود، طبعا که عجایبش ختم نمیشه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با حضرت علی کرم الله وجهه یک شب علامه مناوی نوشته میکنه، هر دوشان سری کلمه تحلیل و تفسیر و تجزیه و معنویات لفظ الله بسم الله تنها در لفظ الله پیچیدن، از خفتن تا به صبح هنوز مشکلشان حل نشده. داری به مسائل ده. خب همه چیز در قرآن عظیم آمده، در شریعت ما هست و هر مورد از خود واردی داره و از هر مورد از خود دلیلی داره. خب در مورد زنان رسول الله پرسیدم، خب همه هیچ یک مشرکی به من نگفته، اما من از حدیث دیدم. میفهمم طبعا از حدیث شنیدین و دیدین، نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله همراه عایشه در خردسالگی نکاح کرد. بله، پس برای من سوال پیدا شد و سوال من باید جواب داده شود، مبهم نماند. دویم چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله 9 زن گرفته بود در صورتی که در اسلام 4 زن است؟ خب ببینید دوست عزیزم، اگر حالا یک چیزی براتون بگم شاید طبیعتتان جریحه دار شه، ولی که نه، که سوال کردن باید جواب را بشنوید. اول خب باید معلومات کافی از دین داشته باشید. در باب تعدد ازواج نبی علیه السلام یک نه صدها کتاب ها نوشته شده. صاحب نظرهای کفری نظریات خود را پیش کردند و با سیاستمداران و صاحب نظران دینی مقابله کردند، بالاخره اونا قناعت کردند. او کتابا رو باید شما مطالعه کنید که حکمت تعدد ازواج انبیا چی هست. نبی کریم علیه السلام خود 9 تا زن داشت، انبیای قبلی 100 تا 700 زن داشتند و با وجودی که در آیات و احکام قرآن عظیمشان هیچ رد سرشان نشده و برشان تجویز شده. چرا؟ از زمین باید سوال میشد که سوال شده و جوابشان هم شده و مثال دلایل واضح هست که بله، بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در خردسالگی به همراه نبی علیه السلام نکاح شده. اون خردسالگی هم چند بوده که 9 سالگی. البته عقدش پیش از 9 سال شده، 7 و نیم بوده یا 8، ولی زفافشان یعنی که نبی علیه السلام برده در خانهش، نکاح شرعی و عرفی که ما شما میگیم که بردن در خانه شوهر است و در 9 سالگی شده. و اگر مثال سوال شما در اینجا باشه که 9 ساله خورد است، جای تعجب برای شما اگر باشه، نخیر. ما به چشم خود در این عصری که همه چیز ما در ضعف است، بنیه ما در ضعف است، حواس ما در ضعف است، وجود ما در ضعف است، خب خواهشات ما همه در ضعف است، عمرهای ما به نسبت به اونا کوتاه است، همه چیز ما در وقت خود دیدیم که در 6 سالگی دختر بچه آورده است. یک زن در 6 سالگی بچه آورده. اگر اون بالغ نباشه، صاحب اشتها نباشه، بچه از کجا میاره؟ پس وقتی که در 6 سالگی یک کسی بالغ شود، در 9 سالگی فبیها و نعمت. خب به طریق اولا میشه. اگر سوال در اینجا باشه که 9 ساله خورد است، نه. ای به فضا، به جغرافیا، به نسل و ذات، به تربیه، به آرامش روحی، به همه اشیا تغییرات میه و تغییر مثبت داره. آنانی که در ناز و نعمت هستند یا در سرزمین خوب هستند، مثال در خوراک های خوب هستند، حتی در ذات انسان تغییرات هست که 9 ساله یک همسایه با 15 ساله همسایه دیگری تفاوت داره. کی تفاوت را ما شما چیزی بدیهی است که به دلیل ضرورت نداره، یعنی نظری نیست که استدلال شود، بدیهی است، گپ منطقی ها. خب این استدلال شده نمیتونه. و دیگری ای که این استدلال شده نمیتونه که اگر بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها طاقت همجنسی را نداشت، چرا پیامبر علیه السلام با او همجنسی کرده؟ این کی میگه که اگر طاقت نداشت نبی علیه السلام خامخا با او همجنسی کرده؟ و نبی کریم علیه السلام این طور هم نبوده که به مثل دیگران شهوت خود را کنترل نتونه. خب این که پیامبر او کنترل بر نفس خود نداشته باشه، این خو اعتراض شاید شنیده باشین، اعتراض یک تعداد دنسیتیزان هستند، ملحدین هستند که در برابر انبیا دهنکشایی میکنن و گاهی هم در آدرس خداوند مثل شفیع عیار و امثالشان رو ببین چی ها میگن که برای امت میگه 4 تا زن شده و خودشان 9 تا میگیره.
خب پس خدای عزوجل این حکم را خودش اختیار داره که به پیامبر چرا 9 زن را خصوصیت ساخته و برای امت 4 زن را. او 4 زن برای امت تاثیر اول گفتم که معلومات بکنید. او برای نبی علیه السلام نیست. به نبی کریم علیه السلام احکام دیگری است که خداوند او را برش اجازت داد. و مصلحت چی بود؟ اگر اینجا مسئله شهوت رانی خدای نخواست مطمح می بود یا منظور نبی علیه السلام می بود، باید همه زنانشان به مثل عایشه صدقه سب در او کمی نداشت. 9 ساله و 10 ساله همه باکره می بود. او حال این که تمام زنهای نبی علیه السلام غیر از بیبی عایشه صدقه سب همه بیوه، همه صاحب اولاد و همه کهنسال به عمر 40 ساله، 30 ساله، 50 ساله، حتی ام سلمه رضی الله تعالی عنها 53 ساله و 53 سالگی یک زن را میگیره نبی علیه السلام. خب بار دوش است دیگه. من و تو باشیم میگیریم نخیر. بیبی خدیجه الکبرا که اولین همسر نبی علیه السلام است چند ساله بود؟ 40 ساله. خب جوان 25 ساله چرا مثال 40 ساله انتخاب میکنه؟ اگر این طرف قضیه را فکر میشه خب اون طرف قضیه را هم باید فکر شود. و باید اولین بار نبی علیه السلام با یک جوانی به مثل بیبی عایشه صدقه ازدواج میکرد که تقاضای فطرت هم امین است و عرف و عادت هم امین را میگه و کشش انسانی هم امین را میگه که انسان وقتی که جوان باشه جوانیش را باید در برابر جوان تیر کنه، که همه چیز انسان و جانب مقابلش یکسان باشه، هر دو جوان باشه. او حال این که بیبی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها باکره هم نه. اگر در 40 سالگی باکره می بود درست باز یک گپی بود. از خود اولاد داشت و در یک روایت 2 تا شوهر رو سپری کرده. در روایت مشهور ابن اسحاق نوشته میکنه که نه یک شوهر داشت و 3 تا اولاد داشت، 2 تا بچه و 1 تا دختر داشت و دخترها و مثال بچه هایشون هم کلان هر کدام 15 ساله و قریب 20 ساله و با عمر نبی علیه السلام. ببینید دوست عزیزم، اون طرف قضیه را باید فکر شود که اگر کسی بگه که حتما از اینجا فهمیده شد که پیامبر نعوذ بالله شهوتران بوده که دختری جوان 9 ساله را گرفته. اگر شهوتران می بود بیبی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها را به 40 سالگیش انتخاب نمیکرد. اگر شهوتران می بود بیبی صفیه را در 35 سالگیش اختیار نمیکرد و ام سلمه رضی الله تعالی عنها را در 53 سالگیش اختیار نمیکرد و اینها را مثال با وجود اولادداریش نمیگرفت. این قضیه کلا در وجود نبی علیه السلام دیده نمیشد. مصلحت چی بود؟ بله، اولین مرید و اولین آدمی که تسلیم به الله و به رسولش بوده ابوبکر صدیق بود. حکمت پیشنهاد ازدواج با بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم از 2 طرف شده. اول از حضرت ابوبکر صدیق شده. وقتی که اون صدیق بود، فانی فی الرسول بود، فانی فی الله بود، خدمتایش به اسلام معلوم است. کسی که در یک مشکلی مثال یک صحنه کوچک از جنگ هست، این خود جنگی بود که جنگ نبی رسول در برابر جهان بود. خب مسئله بسیار که فراتر از عقل و از تدبیر و از فکر ما و شما. یک جنگ کوچکی که در بین 2 قریه یا در بین 2 وفد یا در بین 2 سنگر پیدا میشه، کدام مردی که در اونجا سینه را سپر میکنه اول در میدان داخل میشه که من هستم بیا در برابر من کسی، او به نام بطل، به نام قهرمان جهان و ملی اعلان میشه. خب پس این قهرمانی را ابوبکر صدیق در برابر جهانیان اعلان کرد. اول کسی که سر میمانه، سری تسلیمی رو میمانه به وحی و پیام نبی علیه السلام او آدم است. صداقتش، ارادتش، اخلاصش، رسوخیتش، صدقتش در اسلام تقاضای این میکرد که او باید به عنوان یک وزیری خارجی و داخلی و محرم خانه به نبی علیه السلام باشه، که هم بازو و هم زور به همراه نبی علیه السلام همیشه بود. اون طوری که بعد از 40 نفر که به اسلام مشرف شده، بقیه تکمیل اون جان فدایه ها توسط حضرت عمر فاروق صاحب میشه و این قدم اول را ابوبکر صدیق صاحب داره. چنانچه که در روایات متعدد داریم. یک وقت نبی کریم علیه السلام از نیکی ها و حسنات حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یادآوری کرد که راستی هم عبدالله بن مسعود صاحب میگه هر وقتی که یادآوری از حضرت عمر صاحب میشه میگفته عمر خداوند توسط تو انسان را، مسلمانان را اینقدر عزیز گردانید که هیچ از گفتن نیست. آذان علنی شد، نماز علنی شد و دعوت ها علنی شد، هجرت ها و مثال تجارت ها علنی شد، همه به زور حضرت عمر فاروق صاحب. این خداوند او را واسطه گردانید.
امورها همه مربوط به اسباب است. ولی در قدم اول زمانی که نبی علیه السلام از خوبی های حضرت عمر سے یاد میکرد، بیبی عایشه صدیقه سے گفت که از پدر ما خوبی هایش یاد نکردین؟ گفت که عایشه، عمر و خوبی های عمر در طول عمرش به اندازه یک حسنه ابوبکر صدیق به اون هم مساوی نیست. چنانچه که از حضرت ابوبکر صدیق از حضرت عمر سے کس پرسان کرد، گفت که حسنات شما زیاد هست و یا از حضرت ابوبکر صدیق سے؟ گفت که پسر خطاب تماما حسنات و نیکیایش در برابر یک موی سینه ابوبکر صدیق مساوی نیست. ببینین پیش قدمی و صدق و راستی ابوبکر صدیق سے بره که چی جان فشاری و چی جان فدایی و چی جان بازی و سربازی در برابر اسلام و نبی کریم علیه السلام انجام نداده. اون کار آسانی نبود که در اولین بار با اون وحشت و اون خونخوری و خون آشامی و اون مثال ملوک و طوایفی که در او وقت بود، حکومت های هر کس ایجاب کل زیر عین برایه، هر کس بادشاه خود، هر کس هر آنچه که میکرد در برابرش کسی چیزی نمیتونست، زور کمزور را میخورد، قضاوتایشان به دست زورشان بود، نظریاتشان همی و در او وقت نه پیامبر میشناختن و نه هم قناعت میکردن که دیدین 10 سال تمام در برابر اونها مبارزه صورت گرفته و بالاخیر به زور مکه مکرمه فتح شد، نه به دلایل و به استدلال و به اقامه برهان و حجت. ببینیم که از اینجا چی نتیجه برمیاد. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همیشه دوش نبی علیه السلام به عنوان وزیری بود که نبی علیه السلام گفت اما وزیرای من اهل الارض فابوبکر و عمر. هر پیامبر بر خود وزیران داره. من 2 وزیر از اهل سما دارم، جبرائیل و میکائیل، و 2 وزیر از اهل زمین دارم، ابوبکر و عمر. پس کسی که وزیر و معین باشه او میخواد که باید در رازها شریک باشه، در تصمیم گیری ها شریک باشه و دوش نبی علیه السلام شانه بخوابانه در برابر تحمل و برداشت بارهای گرانی که طاقت فرساخت که جهان در برابر اونها استاد بود. شاهانی که همه میگفتن که ما رب اعلای مردم هستیم، دعوای خدایی میکردن، اونها را به امین صداقت و به امین اخلاصشان دوش نبی علیه السلام استاد شد که همه را به زانو در آوردن. یک وقت شد که نبی علیه السلام گفت نصرت بالرعب مسیرة شهرین، از مسافه 1 ماه را دور ما نصرت شدیم. آوازه اسلام را از 1 ماه دور کسایی که میشنیدن در جانهایشان لرزه بودن، میگفتن که محمد آل بیا و فردا بیا، آل بیا و فردا بیا. اکثر جهان را به جنگ و جهاد هم فتح نکرد. مکه مکرمه زمانی که فتح میشد به ابو سفیان مردم پیشنهاد کرد که ما 600,000 نیروی را مثال میتونیم از جهان آماده کنیم و نیروی خودشان بود 15,000. گفت که میریم در جهان چون که ما ارتباطات زیاد داریم با مشرکین، با کفار، با مثال ملوک های جهان، با رومیان، با فارسیان، همه مشرکین، یهود و نصارا، کمک میخوایم 600,000 نفر بیاریم. ابو سفیان گفت از رای دلهایتان جهان را تسخیر میکنه، گفت بگذارین در برابر این جهاد نمیشه، در برابر جنگ نمیشه. خب این همه میدانستن. بعد از تجربه ها قرا و قصبات و شهرها و حتی مملکت ها و پایتخت هایی بودن که منتظر فتح مکه بودن. میگفتن که هر وقت مکه فتح شد بس بفهمین که دیگه در جهان در برابر این پیامبر و امتش کسی ایستادگی نمیتونه. خب ابوبکر صدیق بانی یعنی من مجاهدات بوده که در اولین بار با عنوان اولین مرید و با عنوان اولین مصدق اسلام این دوش نبی علیه السلام استاد میشه. تقاضای این داشت که بله باید رفت و آمدم در فامیل پیامبر و رفت و آمد اونا در فامیل ما آزاد باشه. خودش پیشنهاد کرده در روایت مشهور، چنانچه شاه عبدالعزیز ایرا در یک از روایاتش میگه. و نبی کریم علیه السلام هم امین آرزو را داشت که بله ابوبکر باید محرم ما باشه. پس اتفاق خوب به امین شد که ازدواجشان با بیبی عایشه صدیقه روی امین مصلحت شد که بیشتر از پیش اینها با هم راز و هم دل و هم فکر خب در قالب محرمیت. چقدر خوب است که شب برای از خانه کسی چیز نگه، اشتباهی نکنه، روز برای و روز بیایه و شب بیایه و شب باشه، هیچ اشتباه و اشکالی نباشه. چقدر خوب است. مطمح نظر نبی علیه السلام از گرفتن عایشه صدیقه امین بود و تعدد ازواجش هم که خداوند برش اجازه داد، گفت خاصه لک من دون المؤمنین، این برای تو خاص است که کسی برای تو جان خود را میبخشه بدون مثال مهر میگیری
تعددش میکنی، از یک تا چند را میگیری، این خاص برای توست به غیر از مؤمنین. برای مؤمنان خداوند چی گفت؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، تا چاش بس. در بسیاری از احکامی که شما میخوانین که ظاهرا نبی کریم علیه السلام برای خصوصیت خودش نیست و برای امت است، ولی در بعضی از احکام است که او مخصوص به نبی کریم علیه السلام است. تنها این نه که تعدد ازواج، بسا مسائل دیگری هم داره. نماز تهجد بر نبی علیه السلام فرض بود در ابتدا. خب و نبی کریم علیه السلام در خصوصیاتی که به وحی مخصوص میشه، خب امت شریک اون نبود. علوم غیبی که خداوند به نبی علیه السلام داده بود، امت به یک حصه کوچکش هم شریک نبود. و یکی به ملاقات خود خداوند میخواد، در اونجا حتی جبرئیل امین هم شریک شده نتونست، تا یک جای رفت بعد از او مان از سفر. خب این خصوصیت هایی است. نبی علیه السلام صوم وصال میکرد، یک روز، 2 روز، 10 روز افطار نمیکرد. صحابه کرام 1-2 روز که اینطور کرد، گفت شما نمیتونین این کار را. خب من شب تیر میکنم، پروردگارم به من طعام میده. هر لحظه طعام جنتی برش میآمد. این خصوصیتش بود. خب امت را چی کار که در خصوصیت های نبی علیه السلام دهن باز بکنن و یا به او برابر شده بتانن؟ جبرئیل امین در خدمت نبی علیه السلام می و گاهی به صورتی شخصی، گاهی مثال بدون صورتی، گاهی آوازش را میشنوه. در مجلسش همه صحابه کرام نشسته، اونها هیچ احساس نمیکنه که جبرئیل آمد، به چه صورت آمد و صدایش را چرا نشنید. این همه خصوصیتایی که خداوند به یک شخص میده، در بعض موارد اون را خاص میگردانه. عزیزم، این از جمله خصوصیت‌های نبی علیه السلام بود و خصوصیتش هم به بود. نبی علیه السلام گفت که ما محبوب ترین رشته در گسترش قرابت و دوستی از رشته نکاح کرده دیگر نیافتم. همین بود که خداوند گفت که بله، از هر قوم، از هر قبیله یک زن انتخاب کن. این که 9 زن هم میگیره، این قبیله های بزرگی بوده. از یک خاندان 2 تا زن نگرفته نبی علیه السلام، از هر خاندان گرفته که توسط این رشته قرابت آمد. و اون قرابت هم به همین منظور بود که زن 50 ساله را قبول میکنه که مگم کاکایش به اسلام بیاد، مگم برادرش به اسلام بیاد، مگر قومش مرا چیز نگوید. این هدف عالی است. کسی به همین هدف عالی باشه، فدایش باشد 100 زن، مثل که داوود علیه السلام داشت. فدایش باشه 300 زن و 700 جاریه که حضرت سلیمان علیه السلام داشت. شما صحتمند باشین دوست عزیزم. خدا کنه که از این گفته های پراگنده ما و کوچک و کوتاه ما رنجش خاطر نشده باشین و دیگری که یک چیزی مسائل عمده را به عنوان کلید گرفته باشین. تو خود گیر، تفصیل زین مجمل من. السلام علیکم و رحمت الله.